این توی مقرری است. اما با آنکه داماد و عروس از دو کشور مختلفند غیر عادی به نظر می رسد. عبدالقهار کریموفی 22 ساله از ناحیه واسع تاجیکستان عروسش اراده احمدова را از شهر خورزم ازبکستان پیدا کرده است. فرزندم در دولت روسیه استودنت میخونه. وقتی شنیدم که دوست بین وای و همین دختر از ازبکستان دوستی پیدا شده، من با جان و دل او را قبول کردم، با تلفن قبول کردم. زبان معاشرت در این توی روسی بود، زیرا عائله داماد زبان ازبکی را نمیدانند و عروس و خانواده‌شان هم با تاجیکی صحبت کردن نمیتوانند. آنها در دانشگاه تکنولوژی شهر سنت پترزبورگ روسیه تحصیل میکنند و محض آموزش زبان روسی سبب شناس شدن این دو جوان گردید. خاندم سالی سیمش قطعی در مجموعه نده شناسیدم همون روز تا همه چقدر یکی فهمی کردیم یاردم میکردیم گریمونا ما که زبان روسی میدونستم این بالا با یاردم میکرد باید با درس باید با چی میله همین خیلی اساسه گریمونا نزدیم. عروس و داماد و مهمانان را با ماشین‌های ازبکستان به واسه آوردند. در مرز هم مشکلی نداشتند. نزدیکان داماد و عروس این ازدواج فرزندانشان را ظاهرا خیلی به خوشی پذیرفتند. من فکر نمی کردم که دامادم از تاجیکستان خواهد بود، اما جوانان همسفر زندگی خود را خودشان انتخاب می کنند. دوستی بیشتر می شود، دوستی بین ملت ها، با یکدیگر رفت و آمد می کنیم. نزدیکان عروس و داماد قبل از برگزاری مراسم توی شیوه‌های برگزاری آن را مصلحت کردند. تخمین می‌زدند که در رسم و تعامل برگزاری این مراسم شاید تفاوت‌های وجود دارد. امو چادری که چادری عروسی رو میزنه بینو هم میزنن، امو پیش از همه ما شیر میبراریم یو هم میبرارن، همون کودکی که در دست داماد عروس میتیم ما یو هم میخیان. فقط همین یک فرق داره که اینو با جورابای عروس تحفه میدین. در ما دورای اول بود حاضر نیست همین چیز. پس از نرمش مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در چند سال اخیر ازدواج شهروندان این دو کشور اساساً در نواحی مرزی اتفاق می‌افتاد. زمانی سردی مناسبات حتی خانواده‌های هم بودند که داماد و عروس در دو طرف مرز مانده بودند و با هم روا کردن نمی‌توانستند.